آموزش سریع مکالمه انگلیسی با متد نصرت. کلیه حقوق معنوی و مادی این اثر در سراسر جهان محفوظ است. درس 1. به این قسمت فقط گوش بدید. این میشه سلام. Hello. حالت چطوره؟ How are you? خوب. Fine. مرسی. Thanks. بله. Yes. نه. No. و. And. شما. You. از. From. از ایران، اهل ایران. From Iran. کانادا. Canada. اهل کانادا. From Canada. من هستم. I am. خوبم. I'm fine. من اهل ایرانم. I'm from Iran. من نیستم. I'm not. شما هستید. You are. شما اهل کانادایید. You're from Canada. آیا شما هستید؟ Are you? هم، نیز، همچنین. Too. من هم اهل ایران هستم. I'm from Iran too. حالا به این مکالمه گوش بدید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. اگه به اصطلاح از 0 شروع کردید، در عرض چند دقیقه میتونید نه تنها خوب اینو بفهمید، بلکه در یک موقعیت مشابه اونو خیلی راحت و سلیس و روان در عمل اجرا کنید. اگرم انگلیسی بلدید ولی در مکالمه اشکال دارید، مسلماً در درکش مشکلی ندارید، ولی خواهید تونست با تلفظ عالی در یک موقعیت مشابه اونو خیلی راحت و سلیس و روان در عمل اجرا کنید. اگه هم میفهمید و هم میتونید بگید ولی در تلفظ اشکال دارید، خواهید تونست با تلفظ صحیح و عالی حرف بزنید. منتها اگه انگلیسی خوب بلدید و از نظر مکالمه با تلفظ صحیح به طور روان و سلیس هم مشکلی ندارید، این برنامه مناسب شما نیست. لطفاً کادو بدینش به یه نفر که جزو گروه‌های قبلیه و ازش میتونه استفاده بکنه. البته فقط با درس اول قضاوت نفرمایید. اقلاً 7-8 تا درس رو انجام بدید، عین دستورالعمل. هر روز روزی 1 درس فقط. بعد تصمیم بگیرید. وقتتون رو زیاد نمیگیره. هر درس حدود 30 دقیقه است. 10 تا درس هم که انجام بدید میشه حدود 5 ساعت در 10 روز. یعنی روز حدود 30-40 دقیقه. تعداد زیادی از افرادی که سالها به کلاس‌های متعدد زبان انگلیسی رفته بودند، حتی تا سطوح عالی ادوانسد و لیسانسی‌های زبان انگلیسی که از هر نظر، مثلا گرامر، لغت، خوندن و نوشتن در سطح خیلی بالایی بودن و به اصطلاح خودشون دیکشنری متحرک بودن و از نظر گرامری فول بودن و خیلی هم که سالها در آمریکا یا انگلیس بودن، این دوره رو گذروندن و همه از همین درس 1 شروع کردن و آخر دوره اکثریت قریب به اتفاق همشون رضایت داشتن و گفته خودشون طلسم مکالمه رو شکستن. قبل از تموم شدن و کاملا یاد گرفتن یک درس و توانایی انجام آن در شرایط مشابه، به درس یا درس‌های بعدی نرید، حتی برای ارضای حس کنجکاوی به هر منظوری. خب، یه دختر خانم اهل کانادا داره با یه آقای ایرانی صحبت میکنه. اول سلام میکنه. این میشه سلام. خوب گوش بدید و با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. دقت کنید که در انگلیسی تشدید نداریم. مجددا گوش بدید و با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello.
به یه شخصی به اسم جیم سلام میکنید. گوش بدید و بلند تکرار کنید. Hello, Jim. Hello, Jim. آقای هم به خانم سلام میکنه. پس بگید سلام. Hello. Hello. بعد خانم ازش احوالپرسی میکنه. این میشه حالتون چطوره یا حالت چطوره. گوش بدید و بلند تکرار کنید. How are you? How are you? Are you? How are you? این میشه چطور. گوش بدید و بلند تکرار کنید. How? How? بگید چطور. How? How? این میشه شما یا تو. گوش بدید و بلند تکرار کنید. You. You. شما چی میشه؟ You. You. این میشه شما هستید. خوب گوش بدید و بلند تکرار کنید. You are. Are. You are. شما هستید چی میشه؟ You are. You are. حالا میخوایم بپرسیم آیا شما هستین؟ یعنی عملاً جمله شما هستید رو سوالی بکنیم. در خیلی از موارد در انگلیسی برای سوالی کردن دو کلمه اول جمله رو پس و پیش میکنیم. یعنی فاعل و فعل رو. لطفاً سعی کنید به انگلیسی بپرسید آیا شما هستید؟ Are you? Are you? حالا سعی کنید بپرسید حالتون چطوره؟ عملاً باید بپرسید چطور آیا هستید شما؟ چطور آیا شما هستید در واقع؟ How are you? How are you? حالا میخواید بگید خوبم. تو انگلیسی میگیم من خوبم. اول به کلمه من گوش بدید و بلند تکرار کنید. I. من چی میشه به انگلیسی؟ I. وقتی میگیم گوش بدید منظورمون همیشه اینه که با دقت و توجه کامل خوب گوش بدید تا تلفظها رو خوب تشخیص بدید که بعد بتونید با صدای بلند عین گوینده آمریکایی تکرار کنید. این میشه هستم. گوش و تکرار. Am. هستم چی میشه؟ Am. حالا سعی کنید بگید من هستم. I am. شما هستید چی میشه؟ You are. You are. حالا بگید سلام حالت چطوره؟ Hello, how are you? Hello, how are you? بگید من هستم. I am. این میشه خوب. گوش بدید و بلند تکرار کنید. Fine. همیشه وقتی تکرار میکنید یا چیزی رو میگید باید با صدای بلند این کارو بکنید. اگه تو دلتون بگید فایده‌ای نداره. مجدداً بگید خوب. Fine. حالا سعی کنید بگید حالم خوبه. عملاً باید بگید خوبم. من هستم خوب. I am fine. بگید من هستم. I am.
I am. در انگلیسی معمولاً در خیلی موارد فرم فشرده به کار میره. مثل فارسی که به جای من خوب هستم میگیم من خوبم یا خوبم. این میشه من هستم به صورت فشرده. گوش بدید و بلند تکرار کنید. I'm. حالا غیر فشرده بعد فشرده. گوش بدید و بلند تکرار کنید. I am. من بعد معمولاً از این فرم فشرده استفاده میکنیم، مگه اینکه بهتون بگیم که غیر فشرده به کار ببرید. حالا سعی کنید به صورت فشرده بگید من خوبم. I'm fine. این یعنی مرسی، ممنون. گوش بدید و بلند تکرار کنید. Thanks. اول این کلمه رو باید نوک زبونی بگید. نوک زبونتون رو بزنید پشت دندونای بالا، درست مثل وقتی که بچه ها موقع گفتن مثلا سلام میگن سلام. گوش بدید و بلند تکرار کنید. Thanks. به جو سلام کنید. Hello, Joe. Hello, Joe. ازش احوالپرسی کنید. How are you? How are you? بگید خوبم، مرسی. I'm fine, thanks. حالا میخوایم ببینیم آیا اهل ایرانه یا از ایرانه. اول به کلمه از گوش بدید و بلند تکرار کنید. From. دقت کنید که فرام نگید. ف و ر باید سریع گفته بشن و بینشون هیچ صدایی مثلا ا نباشه. در انگلیسی خیلی لغات هستن که اولشون دو یا چند حرف بی صدا دارن. در فارسی ما این حالت رو خیلی کم داریم، مگه در اواخر یا اواسط بعضی کلمات، مثلا کلمه نصرت که بین صاد و ر هیچ صدایی نیست، یا کلماتی مثل نصر، فتح، شکر، رفت و الی آخر. مجددا بگید از. From. این میشه ایران. گوش و تکرار. Iran. مجددا بگید ایران. Iran. حالا سعی کنید بگید اهل ایران، از ایران. From Iran. بگید شما هستید. You are. سعی کنید بگید شما اهل ایران هستید. عملاً باید بگید شما هستید از ایران. You are from Iran. حالا میخوایم بپرسیم آیا شما اهل ایران هستید؟ دوباره با پس و پیش کردن دو کلمه اول جمله اینو انجام میدیم. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بگید شما اهل ایران هستید. You are from Iran. You are from Iran.
بگید من هستم غیر فشرده. I am. I am. حالا سعی کنید بگید من اهل ایران هستم غیر فشرده. I am from Iran. I am from Iran. حالا به فرم فشرده بگید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. فهمیدن یک مطلب یا یک درس دلیل توانایی گفتن یا به کار بردن آن در عمل نیست. قانون کلی و خیلی مهم. دقیق به تلفظها گوش بدید و حتما با صدای بلند عین گوینده، به اصطلاح مثل توتی تقلید کنید. خجالت هم نکشید. درست حرف زدن خجالت نداره. غیر از وقتی که گفته میشه گوش کنید، نوار هر چی گفت باید بعدش بلا فاصله با صدای بلند تکرار کنید و وقتی هم که یه چیزی ازتون سوال میشه یا خواسته میشه که به انگلیسی بگید، باید قبل از گفتن نوار با صدای بلند بگید و بعد از گفتن نوار بازم عین نوار تکرار کنید. وقت به اندازه کافی در نوار هست، ولی احتمالاً اگه لازمه نوار رو پاز یا استاپ کنید، بعد نوار رو پلی کنید. هیچ وقت تا وقتی یک درس تموم نشده نوار رو به عقب بر نگردونید. بگید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. این یعنی بله، آره. گوش بدید و بلند تکرار کنید. Yes. Yes. آره چی میشه؟ Yes. Yes. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بگید بله من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. این یعنی و. گوش بدید و بلند تکرار کنید. And. مجددا بگید و. And. بگید بله من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. حالا میخوایم بپرسیم شما چطور؟ عملاً در انگلیسی میپرسیم و شما؟ سعی کنید بپرسید شما چطور؟ And you? And you? بگید و. And. حالا سلام احوال پرسی کنین. Hello, how are you? هم Hello. منظور همچنین نیز گوش بدید و بلند تکرار کنید. Two. هم چی میشه؟ Two. معمولا این کلمه رو میذاریم آخر جمله. سعی کنید بگید منم خوبم. I'm fine too. I'm fine too. حالا سعی کنید بگید منم اهل ایرانم. منم از ایرانم. I'm from Iran too. I'm from Iran too. آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran?
بپرسید آیا شما هم اهل ایران هستید؟ یادتون باشه که کلمه هم میره آخر جمله. Are you from Iran too? Are you from Iran too? این میشه نه. گوش بدید و بلند تکرار کنید. من بعد برای صرفه‌جویی در وقت سعی میکنیم فقط بگیم گوش و تکرار. No. No. مجددا بگید نه. No. No. بپرسید آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? جواب بدید نه. No. No. این میشه من نیستم. گوش و تکرار. I'm not. Not. I'm not. مجددا بگید من نیستم. I'm not. I'm not. حالا سعی کنید بگید من اهل ایران نیستم. عملاً میگیم من نیستم اهل ایران. I'm not from Iran. I'm not from Iran. بپرسید آیا شما هم اهل ایرانید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? بگید نه من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. این یعنی کانادا. گوش و تکرار. Canada. Da. Canada. بگید کانادا. Canada. Canada. بگید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. حالا سعی کنید بگید من اهل کانادام. I'm from Canada. I'm from Canada. بگید منم اهل کانادام. I'm from Canada too. I'm from Canada too. حالا سلام و احوالپرسی بکنین. Hello, how are you? Hello, how are you? من خوبم مرسی. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بله من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. شما چطور؟ And you? And you? آیا شما هم اهل ایرانید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? نه من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran.
من اهل کانادام. I'm from Canada. I'm from Canada. حالا به مواردی که تلفظشون نیاز به دقت بیشتری داره خوب گوش بدید و عیناً با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. How? How? Thanks. 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 From. From. Iran. Iran. Canada. 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 You are. You're. You're. بگید شما اهل کانادایید. You are from Canada. You are from Canada. شما هستید چی میشه؟ You are. You are. فرم فشرده‌شو گوش کنید و بلند تکرار کنید. Your. Your. حالا اول فرم غیر فشرده، بعد فرم فشرده. گوش و تکرار. You are. Your. You are. Your. حالا با فرم فشرده بگید شما اهل کانادایید. You're from Canada. You're from Canada. بگید سلام. Hello. Hello. آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بپرسید حالتون چطوره؟ How are you? How are you? بگید سلام حالتون چطوره؟ Hello, how are you? Hello, how are you? خوبم. فرم فشرده. I'm fine. I'm fine. سلام بکنید. Hello. Hello. حالتون چطوره؟ Hello, how are you? Hello, how are you? خوبم. فرم فشرده. I'm fine. I'm fine. سلام بکنید. Hello. Hello. حالتون چطوره؟ How are you? How are you? خوبم. I'm fine. I'm fine. آیا شما اهل کانادایید؟ Are you from Canada? Are you from Canada? بگید آره من هستم. غیر فشرده. Yes, I am. Yes, I am. آیا شما هم اهل کانادایین؟ Are you from Canada too? Are you from Canada too? بگید نه من اهل ایرانم. No, I'm from Iran.
No, I'm from Iran. من اهل کانادا نیستم. I'm not from Canada. I'm not from Canada. آیا شما هم اهل ایرانید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? نه، من اهل کانادام. No, I'm from Canada. No, I'm from Canada. بگید شما هم اهل ایرانید. فشرده. You're from Iran too. You're from Iran too. حالا خودتون رو جای خانومه بذارید. اول بگید سلام. Hello. Hello. حالا از آقای احوالپرسی بکنید قبل از نوار. How are you? I'm fine, thanks. بپرسید آیا شما اهل ایرانین؟ Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? نه، من از ایران نیستم. من از کانادام. No, I'm not from Iran. I'm from Canada. حالا خودتون رو جای آقای بذارید. گوش بدید. Hello. جواب سلامشو بدید. Hello. How are you? جواب بدید من خوبم مرسی. I'm fine, thanks. Are you from Iran? بله، من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. شما چطور؟ عملاً و شما؟ And you? آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. حالا به مکالمه اول درس گوش بدید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. مجدداً گوش بدید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. اگر لازمه نوار رو به اول برگردونید و درس رو مجدداً انجام بدید. در طول دوره باید هر درس رو اونقدر انجام بدید تا کاملاً یا حداقل 90% براتون روان و سریع بشه. نه اینکه فقط بفهمید و بلد بشید، بلکه سلیس و روان و سریع انجام بدید. در هر سطحی که هستید روزی فقط یک درس رو هر چند بار که لازم میدونید انجام بدید. یک بار یا بیشتر. اما یک درس در روز بیشتر نشه. همیشه فقط یک درس در روز. ضمن مجددا تاکید میکنم که تا درس تموم نشده نوار رو به عقب بر نگردونید. پایان درس 1.